پروفسور جانسون مفتخرانه به اطلاع دو همکارش رساند: آقایون، این اولین ماشین زمانه. درسته، این یه مدل آزمایشی در مقیاس کوچیکه. این ماشین زمان میتونه اجسامی با وزن حداکثر 1.5 کیلوگرم رو تا 12 دقیقه به گذشته یا آینده منتقل کنه، ولی واقعا کار میکنه. این مدل کوچک مقیاس شبیه ترازوهای فروشگاهی بود که پایین کفش دو پیچ درجه بندی شده داشت. پروفسور جانسون مکعب فلزی کوچکی را بالا آورد و گفت: جسم آزمایشی ما یه مکعب برنجیه که 520 گرم وزن داره. توی مرحله اول این مکعب فلزی رو 5 دقیقه به آینده میفرستم. پروفسور جانسون به جلو خم شد و یکی از پیچ‌های ماشین زمان رو چرخاند و گفت: ساعتتون رو نگاه کنید. همه به ساعتشان نگاه کردند. پروفسور جانسون مکعب را با احتیاط روی کفه ماشین گذاشت. مکعب ناپدید شد. دقیقاً 5 دقیقه بعد مکعب دوباره ظاهر شد. پروفسور جانسون مکعب را برداشت و گفت: این بار 5 دقیقه به گذشته، و پیچ دوم را چرخاند. مکعب به دست ساعتش را نگاه کرد و ادامه داد: 6 دقیقه مونده به 3. میخوام رأس ساعت 3 این مکعب رو روی کفه دستگاه بذارم تا دستگاه فعال بشه. پس درست 5 دقیقه به 3 این مکعب باید از کف دست من ناپدید و روی کفه ظاهر بشه. یعنی 5 دقیقه قبل از اینکه اون رو روی صفحه بذارم. یکی از همکارانش پرسید: پس چطوری مکعب رو روی کفه میذاری؟ همین که دستم نزدیک کفه بشه، مکعب از روی کفه دستگاه ناپدید و توی دست من ظاهر میشه تا دوباره روی کفه گذاشته بشه. رأس ساعت 3. لطفاً توجه داشته باشید. مکعب از توی دستش ناپدید و روی کفه ماشین ظاهر شد. دیدید 5 دقیقه قبل از اینکه بذارمش روی کفه ظاهر شد. همکار دیگرش با ابروی در هم کشیده به مکعب نگاه کرد و گفت: اگه الان که مکعب ظاهر شده و هنوز 5 دقیقه مونده تا تو مکعب رو روی کفه بذاری، نظرت عوض بشه و مکعب رو رأس ساعت 3 روی کفه ماشین نذاری، چه اتفاقی میفته؟ یه جور پارادوکس پیش نمیاد؟ پروفسور جانسون جواب داد: سوال خوبیه. من خودم بهش فکر نکرده بودم. امتحان کردنش هم باید جالب باشه. خیلی خوب، نظرم رو عوض میکنم. هیچ پارادوکسی پیش نیامد. مکعب سر جای خودش ماند. اما بقیه جهان هستی همراه با پروفسورها و هر چیزی که بود ناپدید شد.